بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، سؤال آمده است که تحقیق توحید چه معنی دارد؟ بارك الله فيكم. تحقیق التوحید یعنی تحقیق نمودن توحید. تحقیق خیلی که یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت، شیخ سلیمان بن عبدالله علماء نجد، نبیره محمد بن عبدالوهاب، در کتاب تیسیر العزیز الحمید در سومین باب کتاب توحیدی که مؤلفش محمد بن عبدالوهاب هستند بیان میکنند. و این چنین شیخ عبدالرحمن بن حسن در کتاب فتح المجید و اباباطین و دیگر از علما به مانند حمد بن عتیق در کتاب ابطال التندید و این چنین در کتاب قرة عیون الموحدین، قرة العیون آمده است که میگن تحقیق معنایش بجا آوردن توحید، اتیان. و بعد از اصل توحید را بجا آوردن، بعد از این دیگر میده ترین مسائل توحید را بجا آوردن، انمین تحقیق است. اتیان التوحید، کمال التوحید، به کمال رسانیدن توحید. اتمام التوحید، پره کردن توحید. یعنی انسان اصل توحید را بجا می آورد، توحید ربوبیت، الوهیت، اسما و صفات و دیگر توحید، و تمامی مسئله های کوچکترین و جزئیات توحید را نیز بجا می آورد. و بعد از این از نهی کرده های الله سبحانه و تعالی، از اصرار گناه دست می کشد. یعنی گناه را دوام نمی دهد، قصداً گناه را دوام نمی دهد. اصل توحید را بجا آورده است. اصل توحید یعنی کفر بالطاغوت، براءت، الولاء والبراء و ترک شرک، این همه را بجا آورده است. و بعد از این میده ترین عمل هایی که به توحید ربط دارد انجام داده است، توحید را کامل کرده است. شرک اکبر و شرک اصغر را ترک نموده است و این چنین گناه کبیره را ترک نموده است. سبحان الله، انمین تحقیق توحید است. این چنین انسان توحید را تحقیق نموده است، یعنی توحید را کامل نموده است، توحید را پره نموده است، توحید را به درجه بالاترین مراتبش رسانیده است. و هر کسی که توحید را تحقیق می نماید، سبحان الله، داخل جنت می شود به حساب و کتاب. خیلی که از حدیث حسین بن عبدالرحمن آمده است که سعید بن جبیر می گویند من حقق التوحید دخل الجنة بغیر حساب ولا کتاب. این نام باب است که در همین حدیث آمده است. روایت می کنند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که رسول الله می گویند یدخلون الجنة 70,000 بغیر حساب ولا کتاب. 70,000 انسان ها از امت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به جنت به حساب داخل می شوند. یعنی الله سبحانه و تعالی به اونها حساب نمی کند، اونها را راست به جنت می برد. یعنی اینها کسانی هستند که توحید را تحقیق نموده اند، کامل نموده اند، پره نموده اند و از شرک اکبر و از شرک اصغر و از گناه های کبیره دست کشیده اند و انجام نمی دهند.
اگر گناه را هم انجام داده باشند دوام نمیدهند و توبه کردند. پس تحقیق التوحید پررو و کامل و به درجه بالا بردن توحید است. بارک الله فیکم.